من خیلی روی آگاهیم کار میکنم. مدیتیشن میکنم، یوگا میکنم، پاکسازی میکنم، آموزش میبینم، گیاهخوارم، اما نمیدونم چرا زندگیم اونجوری که باید تغییر نمیکنه. به اولین پادکست مجیکال خوش اومدی. اساساً از پرتکرارترین سوالهایی که چه تو جلسات مشاوره و چه تو دایرکت هم دریافت میکنم جمله اول ویدیوه: من چند ماه دارم روی خودم کار میکنم اما فلان اتفاق بد افتاد، یا فلانی یه چیز گفت عصبی شدم باعث شد خیلی به هم بریزم، اما فلانی که این کار رو اصلا انجام نمیده حالش هم خیلی بهتره، اتفاقای بهتری هم براش میفته. مشکل بزرگی که در اکثر افرادی که وارد مسیر آگاهی میشن همینه. به علت آموزش هایی که دیدن خود به خود خیلی حساس میشن روی انرژی ها، روی غیبت ها، روی افراد منفی، روی اتفاقات بد، حتی روی خشم. اما بذار اینو بهت بگم، این موضوع تا یه جاهایش کاملا طبیعیه. زمانی که تو آموزه های آگاهی و خودشناسی رو دریافت میکنی و تلاش میکنی که اونا رو تمرین کنی، به علت مقاومتی که ذهنت و بدنت برای دفاع از خودش بهت نشون میده حساس شدنه. به جای اینکه حساسیتت کمتر بشه تا آرامشت بیشتر بشه، میبینی برعکس شده. چون انرژی زیادی از تو داره صرف تجزیه و تحلیل کردن اتفاقات، آدم‌ها و خیلی چیزای دیگه میشه که درست و غلط رو برای خودش تشخیص بده و باعث میشه که همش توی یک اضطراب درونی هستی که نکنه الان ارتعاش بد بفرستم، وای الان فکر منفی اومد چیکار کنم، با یه آدم ارتعاش پایین صحبت کردم، وای وای این وای اون وای اون. میدونی مشکل بزرگ کارت کجاست؟ اینه که کسی بهت نگفته قطب منفی و مثبته که کنار هم کامل میشن بدون هم دیگه معنایی ندارن. بابا طبیعیه. انقدر مسائل زرد توی خودشناسی زیاد شده که طرف فکر میکنه همیشه قراره همه چیز گل و بلبل باشه، دیگه رنج نبینه، دیگه عصبی نشه، دیگه اتفاق بد نیفته، دیگه گیر آدم منفی نیفته. اما اینو گوش کن، وقتی زیاد از حد طبیعی حساس میشی، بله میبینی که این اتفاق میفته. تو داری تلاش زیاد میکنی، از اون ور نتیجه کم. این حجم از حساس شدن باعث میشه که تو آدم سمی خودت برای خودت باشی، نه دیگران یا جهان هستی. جهان هستی با تو خصومتی نداره. تو خودت وقتی نقشه امن خودت نیستی، چطور باید اتفاقات اطرافت که برات میفته به تو احساس امنیت خاطر بده؟ تو خودت با خودت توی ذهنت خصومت داری، مشکل داری. خودت اتفاقاتی رو که دوست نداری رو بزرگ کردی از طریق واکنش دادن‌های زیاد. پس چه بخوای چه نخوای ولی انرژی زیادی میفرستی به اون موضوعات و طبیعیه که بیشتر در مدارشون قرار بگیری. از این ور به من میگی بابا من که نمیخوام. خب نمیخوام اون اتفاق بشه. عزیز من، همه در کلام نمیخوان، اما موضوع روی ارتعاش توه. تو یک رفتاری رو انجام میدی، حتی یک فکری رو داری و فکر میکنی جهان هستی یا حتی اون آدم ها متوجه فکر تو نمیشن، اما در صورتی که این نیست. ذهنت سر و صدای بیشتری میکنه و به همون میزان تو بیشتر برده ذهنت میشی و تو رو در اختیار خودش میگیره. ایگوهای بیشتری خلق میکنی و بیشتر در شرایطی قرار میگیری که اتفاقات بیرونی تو رو کنترل کنه، عوض اینکه کنترل دست خودت باشه. تموم چیزایی که تجربه میکنی میخواد بهت اینو بگه که تو فکر میکنی که قراره یاد بگیری همه چیزو میتونی کنترل کنی، در حالی که تو تنها چیزی که میتونی کنترلش بکنی واکنش توه. واکنش توه که داره جون میده به اتفاقات اطرافت. خیلی از چیزایی که داری تجربهشو میکنی اصلا بدون تو هیچ زوری نداره بدون واکنش تو. اما چون فکر میکنی که الان باید بیا یه کار واو، یه کار شاخ انجام بدی که بشه، همین دیدگاه باعث داشتن نگرش معامله گرانه در تو شده و اجازه نمیده که در جای درستت بایستی. چقدر بوده که وقتی سر کار بودی، دانشگاه بودی، از روی انجام وظیفه و یا حتی پیچوندن کار تو رو انداختی، عوض اینکه با عشق یا شغف قلبی اون کارتو انجام بدی و از این ور توقع هم داشتی که اونا هم هواتو داشته باشن، حقوقتو بیشتر بکنن. الان مثلا میخوای بگی من این کارمو دوست ندارم مهدیه، درسمو دوست ندارم، دارم همینطوری میرم، یه وقت گذرونی داشته باشم. حالا دو حالت داره:
یا اونقدر جسارتشو داشته باش که بیای از اون کار بیرون، یا اگه میخوای بگی نمیتونم فلان شرایطشو ندارم و کلی بهونه‌های ذهنی دیگه، خب حداقل الان باش به صلح برس. اینقدر قور نزن. وقتی در رابطه عاطفی عشقی که میدی از سر نیاز ذهنیه تا دوست داشتن حقیقی، چرا باید قدر تو رو بدونن؟ چه انتظاری داری وقتی خودت دنبال معامله کردنی باهات اینطوری برخورد نشه؟ تو اصلا لازم نیست در کلام بگی. تمام افکار و اعمال تو پشتش کوله باری از انرژیه در سطوح کاملا لطیف. یک علمه که من دارم ازش صحبت میکنم و این علم رو دارم به این موضوع ربط میدم. اصلا تو حتی قبل اینکه بخوای یه کاری رو انجام بدی، اون موضوع متوجه انرژی تو میشه که تو الان قراره به عنوان یک مشاهده‌گر مشاهدهش کنی. اصلا محیط اطراف تو بیخیال. تو تا کی میخوای برای کارهای درونی و خودشناسیت معامله کنی؟ مدیتیشن میکنم تا اون خواستم رو جذب کنم، این کارو میکنم ال بشه، اون کارو میکنم ال بشه. بابا همه چی شده یه نقابی به نقابات اضافه کردن. داری کار خودتو سخت میکنی. شخصی که عمق این حرف منو بفهمه میدونه که دارم از طولانی تر شدن زمانش و سخت تر شدن درساش صحبت میکنم و فقط یک معامله تنها منظور من نیست. تو کی قراره یاد بگیری که همه چیز رو به خاطر خودش بخوای، به خاطر همین لحظه، به خاطر همین که هست، بدون اینکه نیازهای ذهنی من بخواد اونا رو به زور و سرعت تغییر بده یا اونا رو در چنگ من بیاره. مسیر خودشناسی شروع کردی، فکر کردی قراره همه چیز بوم بوم اتفاق بیفته؟ زمانی که سرعت رو فراموش کنی، اون موقع است که میتونی با سرعت بیشتری رشد کنی. من باید دست بردارم از اینکه زاویه دیدم رو منفی نگه دارم. این همه تغییرات مثبت رو در خودم در این مدت نمیبینم. اون آرامشی که بیشتر شده رو نمیبینم. این که دارم بهتر تصمیم میگیرم رو نمیبینم. از این طرف زارت یه اتفاقی میفته، عصبی شدم، میگم وای من عصبی شدم. وای چرا عصبی شدم؟ من که خیلی پیشرفت کرده بودم، روی خودم کار کرده بودم. بابا خب داری پاکسازی میکنی، یک لایه دیگری از ایگوی تو اومده بالا، باید خوشحال باشی. انگار که اصلا قراره دیگه هیچ وقت عصبی نشی. این جمله ها که مثل ویروس توی فضای خودشناسی و آگاهی پخش شده، اینه که آدم آگاه که عصبی نمیشه، قضاوت نمیکنه. تو از یه جا به بعدم عصبی میشی، اما با شدت کمتر. نه اینکه ببینی 2 ماه، چند ماه، چند سال گذشته و هنوز نسبت به اون آدمی که در گذشته بهت درد عاطفی داده خشم درونی داری و اون درد بزنه به کمرت، بزنه به پات، خودتو مریض کنی، بیمار کنی. تو قرار اینو یاد بگیری که با وجود خشمی که داری تجربه میکنی بتونی ازش خارج بشی و ریلکسیشن ریسپانس رو به خودت بدی. من درکت میکنم که میخوای زودتر بشه، اما اگه قرار بود حریص بودن نفست بهت کمکی بکنه تا الان کرده بود. پس تو چاره‌ای نداری جز این که خودت رو از بعد زمان خارج بکنی. به جرئت مشکل اکثر آدم‌ها در جذب خواسته‌هاشون عجله است. عجله ارتعاش ضعف و وابستگی تو رو میرسونه که بدون خواستت حالت خوب نیست. یاد بگیر که حالتو به بودن خواسته ها و یه چیزای دیگه گره نزنی. تموم کاری که باید انجام بدی همینه. اینه که دست برداری از بزرگ کردن مسائل طبیعی برای خودت. باور کن خیلی وقتا نباید کار خاصی انجام بدی و زور خاصی بکنی، تلاش خاصی بکنی. یه وقتا هیچ کار نکردن هنر بزرگیه. چرا فکر میکنی همیشه باید یه کار خاصی بکنی تا بشه؟ یه وقتا هیچ کار نکن. هیچ کار نکردن هنر بزرگیه. یه وقتا مشکل از دست و پا زدن زیادته و به همین خاطره که فکر میکنی باید بشه. همیشه که نباید بجنگی. یه وقتا باید بدونی کی بکشی کنار و این سنگینی ها رو بذاری روی دوش این چرخه که اون بره و بهتریناشو برات بیاره. تو یک تجربه کننده ای و این رو برای خودت طبیعی و عادی سازی کن. تا یک پادکست دیگه مراقب خودت باش.